مقاطع زمانی خودشون و در شرایط مکانی خودشون مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم، نه با معیارها و نه با اندازه های امروز اونها رو بسنجیم. اشکالی که در مورد ما ایرانی ها وجود داره این است که خب یک مکتبی در یک منطقه جغرافیایی عرضه شده توسط یک آدمی که این آدم اصلا مسئله خوب بودن یا بد بودنش نمیتونه مطرح بشه، مسئله پیامش بوده. پیامی رو مطرح کرده که شما اگر به دقت پیام ایشون رو مطالعه بکنید ملاحظه خواهید کرد که این پیام مختص مردمانی است که سخن او رو میفهمیدن، سخن او رو میشناختن و تطبیق میکرده با شرایط مکانی اونها. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر ایشون آمده و در یک جامعه مطرح کرده است که حقوق زن، حقوق دختر، حقوق جنس دیگر، این تلفن ها خبری است ببینید لطفا، اگر حقوق زن رو نیم مرد تعیین کرده باید بدونیم این مسئله تو جامعه مطرح شده که حتی به اندازه صفر هم برای اون زن ارزش قائل نبودن. برخی از قبایلشون زنان رو میگرفتن و برای مجازات زنده به گور میکردن. خب ولی این قانون و قاعده حقوق نیمه برای زنان طبیعتاً در جامعه مثل جامعه ایران نمیتونست صادق باشه، چون در جامعه ما هیچ وقت برای یک زن حقوقی معادل نیمه مرد نبوده. درست به اندازه یک مرد حتی زنان ما در جنگ هامون شرکت میکردن. خواهر آریو برزن یک فرمانده لشکر بوده، مقابل اسکندر ایستاده. حالا چطور ما بیایم بگیم که این زن مقابل مساویه با نیم یک مرده؟ خب از اونجا اختلاف ما شروع میشه که ما میایم و این تصمیم رو باید با هم بگیریم، پیدا بکنیم. ما میایم و اداره یک مملکتی رو با خصوصیات جامعه ایرانی مبتنی میکنیم بر اصولی که اون اصول تطبیق نمیکنه با مشخصات جامعه ما و همینجور ادامه پیدا میکنه تا به امروز میرسه که ملاحظه میکنید که خب چه اختلافات عمیق ایجاد شده. راه چاره ما، کار ما این است که بیایم اولا خودمون رو بشناسیم. ما کی هستیم خانم ها آقایان؟ مایی که یک تاریخ 2500 ساله داریم، تاریخ نوشته شده 2500 ساله داریم، یعنی 1100 سال قبل از اینی که اعراب به ایران حمله بکنن ما تاریخ داشتیم و این تاریخمون هم دنیا قبول داره. صحبت این نیست که فلان آخوند تو ایران این رو قبول داشته باشه یا قبول نداشته باشه. اساس تاریخ ما بر گذشت، بر مهربانی، بر آزادی و بر حقوق انسانی استوار بوده. خب این حقوق انسانی شامل همه افراد جامعه می شده، اما از اونهایی که خداپرست بودن یا خداپرست نبودن، اما از اونهایی که هر دینی رو داشتن در جامعه انسانی محترم بودن. یک نکته خیلی مختصر رو عرض کنم خدمتون تو پرانتز که چگونه می شود بنده خودم رو تابع اون هویت بدونم، دارای اون هویت بدونم، اما مثلا به پیروان هر دینی بیام یقه‌شون رو بگیرم و بگم شما چرا این دین رو داری؟ اصلا به من مربوط نیست. هر کسی قراره که هر دینی داره محترم باشه در جامعه ما ایرانی ها. اما اشکالی که این وسط پیش آمده این است که عده‌ای آمدن و از این خصوصیات سوء استفاده کردن و ذهنیت مردم رو به انحراف کشوندن. اینی که شما ملاحظه میکنید الان در جامعه ایرانی ما ایرانی ها نشانه هممون ادعامون این است که ما وطن پرستیم، ما وطنمون رو دوست داریم، اما شما نشانه از این وطن پرستی نمیبینید. شما در جامعه ایرانی خارج از کشور نشانه از وطن پرستی نمیبینید. اگر میدیدید اجتماعاتی که در خارج از کشور تشکیل میشد
باید یک نسبتی با جمعیت ایرانی‌های خارج از کشور می داشت. چرا امروز اگر هندی ها آمدن به امریکا، اگر کره ها آمدن به امریکا، اگر مکزیکی ها آمدن به امریکا، اینها همه دارای یک سازمانی هستند، یک بنیادی هستند، یک نهادی هستند که همدیگر رو حمایت میکنن، همدیگر رو پشتیبانی میکنن. ولی چرا در بین ما ایرانی ها جز نفاق، جز دروغ، جز نیرنگ، جز حسادت وجود نداره؟ چرا ما اگر یک ایرانی میاد توی خیابانی در یک شهر دورافتاده امریکا یک مغازه میزنه، به فاصله یک مدت کوتاهی یکی دیگه میاد عین همون مغازه رو کنارش یا روبروش باز میکنه؟ برای اینکه اون مخرج مشترکی که ما ایرانی ها باید داشته باشیم نداریم. شما هیچ با خودتون فکر کردید چرا ما هنوز دارای یک سازمانی نیستیم، یک بنیادی نیستیم، یک نهادی نیستیم که این بنیاد، سازمان و نهاد بتونه اگر ایرانی از راه رسید با اندوخته کم، با توانایی اندک، مورد حمایتش قرار بده؟ چرا ما هنوز سیاسیونمون نتونستن به توافق برسن؟ چرا اگر قرار است دو تا تلویزیون وجود داشته باشه این تلویزیون ها همدیگه رو مخل هم بدونن؟ چرا واقعا؟ چرا کسایی به این اختلافات دامن میزنن به جای اینکه زمینه‌های همراهی و محبت و دوستی رو فراهم بکنن؟ امروز بسیاری از تلویزیون‌های ایرانی در خارج از کشور به اون درجه رسیدن که برخی از بینندگان اصلا تحملشون رو دیگه نمیتونن بکنن، بلکه احساس میکنن اعصابشون به هم میریزه. ما تلویزیون‌هایی که آمده بودیم مردم رو به هم نزدیک بکنیم، چرا در این کار موفق نشدیم؟ چرا نتونستیم یک زبان مشترک پیدا بکنیم؟ چرا این حق رو برای هم دیگه قائل نیستیم که هر کسی به شیوه خودش، به سبک خودش بخواد تلویزیونش رو اداره بکنه، بخواد زندگی بکنه؟ شما دیدید مثلا ما گروهی رو ورمی‌داریم در زمانی که آقای احمدی نژاد میاد به نیویورک، با زحمت و با مرارت و با مشقت میبریم به، عرضم به حضورتون که نیویورک. ما مورد انتقاد قرار میگیریم که جمعیتمون کمه. خب آقا اگر جمعیت ما کمه، شما 2 برابر اون جمعیت رو برده بیار. اگر ما عرضه نداریم، اگر ما توانایی نداریم، به جای اینکه ما رو نقد بکنی، خودت دستی بالا بزن و نشون بده که بیشتر عرضه داری، بیشتر توانایی داری. چرا شما خانم ها آقایان، این سوال بسیار پرسیدنی است، چرا شما جز در مورد جنبش ما هستیم در طی این سالها یک حرکت، نه حرف، ما الا ماشاءالله سازمان حرفی داریم، سیاستمدار حرفی داریم، چرا یک حرکت انجام نمیشه؟ حرکت یعنی اینی که 100 تا آدم از 100 تا گوشه دنیا جمع بشن برن نیویورک، یا 100 تا آدم از 100 تا گوشه دنیا برای خاطر بزرگداشت کوروش جمع بشن تو لس آنجلس. چرا ما هنوز به این نتیجه نرسیدیم که آقا این شایسته و بایسته جامعه ایرانی است که در روز 13 بدر، حالا هر روزی که میخواد باشه، ما بچه هامونو به مدرسه نفرستیم، خودمون سر کار نریم، یه روز غیبت کنیم، یه روز مرخصی بگیریم. خب ما میایم یه روز شنبه رو انتخاب میکنیم، میریم 13 بدر. آیا این توانایی در بین شماها وجود نداره که روز 13 بدرتون رو در روز 13 فروردین که هر روزی میشه پاس بدارید؟ و اون وقت توجه همگان رو چگونه جلب میکنید؟ اگه یه روز چهارشنبه باشه، اگه یه روز دوشنبه باشه، همه مردم نمیگن آقا چطور شده که روز دوشنبه این همه جمعیت اومده توی پارک؟ کجا ما تونستیم پا به پای هموطنانمون در داخل ایران که خدا میدونه با چه مشقتی، با چه مرارتی این آداب و این سنت ها رو زنده نگه داشتن، در جهت حفظ آداب و سنت هامون ما جشن مهرگان میگیریم و امتناع میکنیم از اینکه پرچم شیر خورشید در جشن مهرگان باشه. ولی همه این نقائص برمیگرده به اینی که اون خط اصلی رو هممون گم کردیم. ما قرار بوده بیایم اینجا
دست به دست هم بدیم. ما قرار بوده بیایم اینجا همدیگه رو پشتیبانی بکنیم. ما قرار بوده بیایم اینجا الگو بشیم به حکومت اسلامی، بگیم آقا ما مردم باید یه همچین حکومتی داشته باشیم که مردم به هم برسن، مردم به هم مهربان باشن، مردم دست هم دیگر رو بگیرن. ولی عملا بسیار بسیار خشن‌تر، بسیار بسیار غیر انسانی تر گاهی اوقات اینجا با هم برخورد میکنیم. به محض اینکه یک ایرانی براش یک گرفتاری پیش میاد، بقیه آنچنان خوشحال میشن که بیا و تماشا کن. چرا برخیتون به من نقد میکنید که آقا چرا رفتی تو مهمانی فلان تلویزیون شرکت کردید؟ پس این سخنی که قرار ما به هم نزد، آقا چرا؟ چون فلان تلویزیون یه موقع به تو بد گفته. خب بد بگه، لابد من بد بودم، چه میدونم؟ بنده که عاری از هر صفت بدی نیستم، من کجا همچین ادعایی کردم؟ بنده این حق رو برای هر کسی قائلم که بنده رو نقد بکنه، حرکت های منو نقد بکنه. من حرکت میکنم، دیکته رو مینویسم، طبیعتا دیکته من ممکنه غلط داشته باشه، ادعایی هم ندارم. اما شما همیشه، شما مردم همیشه ما رو مخاطب قرار میدید که آقا متحد شوید. آقا این ما نیستیم که قرار متحد بشیم، این شما هستید که باید متحد بشید. اتحاد شما مردمه که میتونه همه جریان ها رو به یک همراهی و همدلی برسونه. و امروز زمانی است که ما دیگه فرصت نداریم، پیر شدیم رفیق، رفقا، دوستان، برادران، همراهان. 33 سال از عمرمون گذشت در غربت. آیا زمان اون نرسیده که در همین آستانه نوروز امسال یک خانه تکانی دلها رو انجام بدیم؟ اگر حتی کسی رو که شما با اون مخالفید، اگر دیدید مورد تهاجم واقع شد، برید ازش دفاع بکنید. اگر مورد مظلومیت واقع شد، برید ازش دفاع بکنید، به جای اینکه تو دلتون قنداب بشه. چرا امروز به قول دوستی که امروز صبح آمده بود و میگفت ما بعد از 12 سال سابقه 621 نفر عضو این خانواده شده اند. خب هر کسی دیگری بود باید ول میکنه میرفت دنبال زندگیش. این که ما خوشحال میشیم از افتادن دیگران، باور کنید این نقص ماست، عیب ماست. این که ما در هر شرایطی که هستیم، محال ممکن است کسی این دستگاه رسیور و آنتن رو داشته باشه تو منزلش و تماشاگر این برنامه باشه، اما این توانایی رو نداشته باشه که قدماً، مالاً، حرفاً یک جریانی رو حمایت بکنه. چرا نمیکنه؟ چرا نمیتونیم در لس آنجلس یک اجتماعی بذاریم حداقل 15,000 20,000 ایرانی بیان جمع بشن که دنیا بفهمه آقا ما هستیم، ما وجود داریم. اینجاست که ما باید یک تجدید نظری بکنیم راجع به اعمال و رفتارمون. اولین شرطش اینه که هر کدام از شما که دارید این صدا رو میشنوید، این پیام رو میشنوید، تصمیم بگیرید خودتون رو تغییر بدید. تصمیم بگیرید از اون دروغ‌هایی که طی قرن‌ها به شما گفته شده فاصله بگیرید. آقا شما اگر اسمت غیر فارسی است و با جمهوری اسلامی مخالفی، دروغ میگی. با جمهوری اسلامی مخالف نیستی، با جمهوری اسلامی موافقی. شما بدون اینکه خودت متوجه باشی نماد جمهوری اسلامی هستی، ایرانی هستی که اسمت غیر فارسیه، یعنی پذیرفتی، قبول کردی. اون اسم اشکالی نداره ها، اون اسم برای
عربی میتونه وجود داشته باشه، اما من و توی فارسی، من و توی ایرانی برای احیاء هویت خودمون چی کردیم؟ چه کاری کردیم؟ گفتم ما کار رو به اونجایی رسوندیم که تمام این علما و دانشمندان و عرفای تاریخ خودمون رو اصلا نه اینکه نمیشناسیم، بلکه تصور میکنیم اینها معرف دین هستند، در صورت که اصلا چون این چیزی نیست. کار رو به جایی رسوندیم که آقا این سفره 7 سین رو، این نوروز باستانی رو که قدمتش بسیار مربوطه به قبل از 1400 ساله، عربیش کردیم، کتاب عربی بر سر سفرمون میگذاریم، با کلمات عربی عرضم به حضورتون سال رو آغاز میکنیم. انگار کن که آقا کی گفته که دعا به زبان پارسی گیرایی نداره؟ کی گفته که خدا جز زبان عربی زبان دیگری رو نمیشناسه؟ چه اصراری هست که ما خدا رو فقط به زبان عربی ستایش بکنیم؟ اصرارش از این جهت که تو باید عرب میشدی، مثل مصریا، مثل سوریه، مثل لیبی. فردوسی آمد و نگذاشت. حالا فردوسی اومد نذاشت زبان من و تو عربی بشه، ما کتاب او رو میذاریم یک کناری، یک کتاب بسیار محترم عربی رو میذاریم بر سر سفرمون. اصلا این سفره ربطی به دین نداره، نمیتونه داشته باشه، خلاف ماهیتشه اگر شما کتاب آسمانی از هر نوعش بر سر این سفره بگذارید. غلطه. این اصلا ربطی به درست بودن یا غلط بودن اون کتاب آسمانی نداره، اصلا غلطه. چرا غلطه؟ برای اینکه این سفره نشان همبستگی یک ملتی است از مجموع پیروان همه ادیان. یعنی تو خانه مسیحی سفره 7 سینه، تو خانه مسلمان هست، تو خانه کلیمی هست. اینجا نشان ایرانیت توست، نه نشان دین تو. تو نشان دین تو هر جوری میخوای داشته باش. در اینجا تو فقط و فقط موظفی که از شاهنامه فردوسی استفاده کنی اگر قرار کتابی بر سر این سفره باشه. اینجا تو حتما باید به زبان پارسی سال رو آغاز بکنی. و از همه اینها مهمتر باید بدونی اگرم تو خونه تنها نشد. من چند سال اولی که آمده بودم به آمریکا با دقت هرچه بیشتر این سفره رو در خانه خودم مینداختم. بعد از اونم که همش جلوی دوربین تلویزیون بودم. 12 سال بنده سال نوم رو با شماها داشتم، با شماها آغاز کردم. تنها آدمی بودم تو همه این تلویزیون ها که لحظه سال تحویل با شماها بودم، برای اینکه واقعا احساس کردم شماها خانواده من هستید. خب میگویند که هر وقت سال جدید، تلفن ها رو میتونید بذارید رو صفحه، سال جدیدی از راه میرسه، آدم ها باید یه گل برای خودشون درست کنن، یه هدف، یه آرزوهایی رو بیارن برای هم دیگه تدوین بکنن. بیایید این هدف و این آرزو نزدیک شدن ما برای رسیدن به یک تعریف مشترک از اتحاد باشه. اتحاد معنیش این نیست که شما از هر آنچه که باور داری دست بشوری و هرچی من میگم قبول بکنی. این بهش میگن پیوستن. اتحاد اگر به معنی همراهی باشه معنیش این است که شما عقاید خودت رو داشته باش، من عقاید خودم رو داشته باشم، یک مخرج مشترک پیدا بکنیم، یه هدف مشترک پیدا بکنیم و در این راه به حقوق هم دیگه احترام بگذاریم. بنده اصلا قصد تلفن ها بذارید رو هولد لطفاً، اصلا قصد نصیحت کردن به خدا ندارم، ولی فکر میکنم در این روزهایی که پایانی سال، یک سال دیگه که در غربت طی شد، این فرصت مناسبه که همه ما
یه هدف تازه‌ای رو پیش رومون قرار بدیم. درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید. بله قربون. حال شما خوبه آقای همایون؟ بفرمایید، خواهش میکنم. انشالله که پاینده باشی، افتخار میکنیم باید. انشالله که خوب و خوش باشید. من یه ایرانی هستم، ایرانی اسرائیلی، افتخار میکنم ایرانی هستم. و چیزی که من میخوام به شما بگم این که واقعا خیلی خوبه که این چیزها رو میگید، ولی کجا هستن اینها بدونن، ولی کسی اینا رو نمیبینه. هیچ کدامشون رو گوش نمیدن، فقط از این ور گوش میدن، از اون ور به گوش دیگه شو میکنن. باید همه با هم دیگه باشن، مثل اسرائیل که تمام همه اینا با هم دیگه میرن، با هم دیگه چیز میکنن. تو اسرائیل الان چند وقت پیش برای غذا گرون شد یا بنزین گرون شد، با هم دیگه رفتن. ولی کجا ایرانیا میرن؟ ایرانیا این کمک میکنن؟ نه. ایشالله پاینده باشی آقا. خوش خوردم. ممنونم، خیلی سپاسگزارم. یه نکته رو که اتفاقا این دوست عزیزمون، هموطن عزیز ما داره میگه و به درستی هم میگه، خب ما به جای اینی که نقد بکنیم یا انتقاد بکنیم، باید ببینیم این دوستان اسرائیلی ما، این مردمانی که تو اسرائیل هستن، شما باورتون نمیشه، من رفتم به مرز سوریه و اسرائیل، یک کلیسای اونجا بود، از اون سقف کلیسا رفتم اون بالا نگاه کردم، به اسرائیل نگاه میکردی این تابلو نقاشی، به سوریه نگاه میکردی این خرابه. خب آقا باید رفتید این 2 میلیون آدم بعد از این همه مشقات تاریخی که تحمل کردن چه روشی پیش گرفتن، چی کار کردن که تونستن به این درجه برسن که الان رسیدن. الو بفهمید. خسته نباشید. جانم بفهمید. میخواستم با آقای همایون صحبت. من همایون هستم، در خدمتتونم، بفرمایید. این برنامه هم زنده است خانم آقایان. خیلی خوشحالم از صحبت با شما آقای همایون. الان من 3 ماه هستش که میخواستم باهاتون صحبت کنم ولی خب متاسفانه نمیشد. میخواستم فقط ازتون خواهش کنم که 2 تا نکته رو خیلی روش توجه ویژه بذارید و خیلی تبلیغ کنید. یکی این که راجب فدرالیست و گروه هایی هستن که نمیذارن اتحاد برقرار بشه بین ایرانی ها و خود شما خیلی جالب صحبت کردید راجب بی تفاوت بودن ایرانی ها و خیانت، مثل همین گروه های کمله که خودشون علنی اعلام کردن که از آفریقا دارن کمک میگیرن و میخواستم اگه میشه خیلی بیشتر رو این توی برنامه هاتون صحبت کنید راجب این گروه های مخصوصا کمله و حزب دموکرات. ممنون میشم. سپاسگزارم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. درود در شما آقا مجید آبادانی. آقا درود در شما. خبرم ضمن خسته نباشید خدمت شما که هم صبح برنامه بعد از ظهرم برنامه واقعا آقا معلوم میشه که واقعا دارین آقا زحمت میکشین و دلتون برای مردم میسوزه. ما هم بیننده تلویزیون هستیم، ما قصد نداریم آقا کسی رو راهنمایی بکنیم یا بگیم آقا این کارو بکن، این کار بهتره، یا این شعار رو بدیم. مثل روزای سالهای گذشته هر کی پای خط می اومد، اونایی که اروپا و آمریکا بودن داخل کشور میگفتن اگر این کارو میکردن بهتر بود، اگر این شعار بدن بهتره. ولی ببین آقای همایون، من یه حرفی همینطوری میزنم، حالا میخواد پیشنهاد باشه، میخواد کسی بپذیره، میخواد نپذیره، ما تا زمانی که دور هم جمع نشیم تا خودمون رو نشون ندیم، موجودیت اعلام نکنیم، هیچ کاری از کار پیش نمیره. این آقا همایون، ما مناسبت‌های محترم میتونیم توی فدرال بزنین جمع بشیم. آمریکا آقا، مسئولین آمریکا، مقامات آمریکا آقا، اونا مثل ما همه انسان ها، هیچ فرقی با هم نمکنه، نژاد زبانمون فرق بکنه. ما تا یه اخلاق انسان ما داریم همه که هر چیزی بگیم به چشم ببینیم. ما باید خودمون رو نشون بدیم که اونا باورشون بشه بابا اینا وجود دارن و اینا هر کاری رو میتونن بکنن، تواناییشو دارن. وقتی آقا پراکنده میشین، فقط هم الان خیلی تو خونه نشین شدن، بی تفاوت شدن، رفتن جز همون اکثریت خاموش. آقا مجید یه سوال ازت دارم، آیا به نظر شما ما تلویزیون ها به مردم کمک کردیم یا کمک نتونستیم بکنیم؟
آقای همایون من نمیتونم این جواب بدم، ولی من اگر بگی که تلویزیون کانال 1 من میتونم جواب خود شما رو بدم، اما بخوام دیگران بگم حرف دلمون بخوای بشنوی متاسفانه نه آقا نکردن. اما تلویزیون کانال 1 تو اون 2-3 سال گذشته واقعا کارایی کرد، زحمتش کشید، تلاش کرد، یه عده دور خودش جمع کرد. ببین آقای همایون من کار ندارم به مسائل. پس آقا مجید اجازه بده اگر ما زحمت کشیدیم اگر کارمونم درست بوده برات عجیب نیست که چطور فقط 621 نفر آدم هستن که از این مجموعه حمایت میکنن؟ آقا همایون منم حرفم همینه، کنوکتم منم میگم همینه. اون 3-4 هزار تا کجا رفتن تو در صورت خاموش. ببین آقای همایون شما وقتی که چند بار مردم رو جمع کردیم، من یادم تو فدرال بردی 5-6 هزار نفر جمع شده توی نیویورک، اون همه جمعیت اومد 4 تا تلویزیون که آقا چش دیدن هم نداشته اونا رو آقا چقدر آقا ما رو تعداد کم گفتم 100 نفر 50 نفر. آقا تلویزیون دوربین که اشتباه نمیگه، دروغ چه نمیگه. ببین آقای همایون شما طرفدار خاص خودت دارید، وقتی در برنامه اعلام میکنه ظرف یه روز 500,000 دلار پول جمع میشه حتی آقا مردم دوست دارن، شما کارهایتون خوبه، کارنامه‌تون هم تا حالا درست بوده. به ما ایرانیم حرف و حدیثمون زیاده، تا زمانی که وقتی به یکی خوب هستین خیلی تعریفش بهبه و چهچه میکنیم. منم همینطورم اخلاقمون رو دیگه آقا تا از یکی ناراحت میشیم شناسنامه طرف میخوایم رو بکنیم چند داخلش هم رو میکنیم، نمیخوایم یکی بشیم. ببین جناب آقای همایون تمام این احزاب و سازمان‌های سیاسی رو نگاه کن، همشون آقا همش میان بحث و سمینار و جلسه میذاره. آقا ما آدمشو داریم، ما نمیدونم. آقا شما دیروز در برنامه آقای ویکتوری گفت که خدا وجود نداره، یه چیز تلقینی، یه چیزی که ما همینطوری تو دلمون از بچگی یادمون داده. این پیغمبرها و ستارونه همش آقا الکیه. شما زمانی شاد هستی، زمانی خوش هستی، احساس میکنی که آقا تو خدای در وجود هست. وقتی هم ناراحتی غم میگیرته، غم خدا تو وجودت میاد، یاد خدا. یه چیزی برای ما درست کردن. آقا ما آدمشو داریم، فردشو داریم، آدم با شخصیت، آدمی که در جامعه سیاسی خارج از کشور تمام مقامات تمام مسئولین کشور قبولش دارن، اما نمیخوای حمایت بکنیم. لجبازی های ما آقا ما کار از پیش نمیبره. ما وقتی که توریستیم لجبازی ها رو بذاریم کنار، بعضی از تلویزیون ها بعضی از کارشناسا رو میارن میگن استاد دانشگاه یا رئیس فلان دانشگاه. من باورم نمیشه که ایشون مدرک تحصیلیش هم دکتر باشه، صبح تو تلویزیونه، بعد از اون تو تلویزیون، بعد از صبحش هم تو تلویزیونه، برای که میره سر کار. درد ما هم همینان. وقتی که آقای همایون یه تلویزیون مثل شما که این هم الان داره تلاش میکنی و الان 621 آقای همایون این 621 خانواده نگاه نکنی 621 شما بیش از اینا طرفدار داری، بیش از اینا طرف اعضای خانواده هستن. ولی بعضی اقتصادی هم باید در نظر بگیره. ولی آقا من خود یکی من کلاک من توانه لاغم مایی $10 خب میتونه بدم. آقا مایی $10 نمیتونه $100 بدم، $50 ولی $10 که میتونه بدم. به قول خود شما آقا پول یه بطری آبو که میتونیم بدیم که خب باید از یه کاری بکنیم. هر سال باید بشینیم، عیدم نزدیک شد، سال دیگه میگی انشالله امسال عید آخر سال دیگه میریم تو ایران، هیچ خبری هم نمیشه. ولی امیدوارم همه دلای یکی بشه، تمام سازمان‌ها تمام گروه‌ها بیان اگه واقعا میخوان ایران نجات پیدا کنه، اگه قصدشون محکوم کردن رژیم جمهوری اسلامی و کلیت و نظام جمهوری اسلامی قبول نداره بیان بشینه با هم یکی بشن. بعد ایران که آزاد شد و اگر رأی مردم قبول داره، آزادی ملت قبول داره، بعد بیان بشین صندوق انتخابات بذارن، هر کدوم مردم تشخیص داده آقا بیان بره بالاخره کارشون انجام بده. ما موقع نارم نیستیم، ما تابع مردم هستیم، جزئی از این مردم هستیم. خیلی ممنونم. خیلی ازت سپاسگزارم. ممنونم. یه دقیقه بیا تو. ولی واقعا مردم شما کجا در طول این 33 سال تو خارج از کشور یک چنین اجتماعی و یه همچین صحنه‌هایی دیدید؟ یه ذره منصف باشیم. من نمیخوام کردیت بگیرم نه، اتفاقا کردیتش مربوط به محمود کاظرونیه، به عباس پهلوانه، به اردوان مفیده، به خانم میرحسینیه، به خانم زرنگاره، به همین مجید آبادانیه. کردیتش مال اینا. ولی ما که تونستیم تا اینجای قضیه رو بیایم، چرا بقیه‌شو نمیتونیم بریم؟ حالا بفرمایید. خسته نباشید. بفرمایید. خواهش ممنونم از شما. یه مسئله در مورد این انتخابات ایران می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. من تازه از ایران اومدم، من آلمان هستم. بله بفرمایید.
بعد الو بفهمید، خواهش میکنم. آقای شهرام همایون جانم بفهمید. بخیر، من سعیدی هستم، مزاحمتون میشم. لطف میکنید. به خدمتتون. ببینید آقای همایون، اولا که شرایط امروز رو من یه به اصطلاح اول تو پرانتز بگم که چی هست. اون چی که تو ایران اتفاق افتاده، نظام الان یه فرم توتالیتر پیدا کرده. درسته. در موقعی که اصلاحات به وجود اومد، خب یه امیدی در مردم بود که این نظام اصلاح پذیره، ممکنه با فعالیت‌های اجتماعی بتونن اون اصلاح کنن. پرونده اصلاحات در همون سال‌هایی که به وجود اومد باز شده بود، با قطعه‌های زنجیره‌ای بسته شد و در واقع در زمان جنبش سبزم تایید بیشتری شد که این اصلاحات به هیچ وجه قابل پذیرش نیست از طرف نظام. امروز هم که همه شاهدیم نظام فرم تمامیت خواهی پیدا کرده، توتالیتر شده و یه استبداد کامل دینی بر کشور از امروز دیگه چیره شده بر کشور ما. این به معنی آغاز پایان این خلافت اسلامیه. یعنی این نظام ها وقتی که فرم توتالیتر پیدا می کنند در واقع قدم میگذارن تو مرحله سقوط، مخصوصا در کشور ما که این جنبش دموکراتیک 100 سال وجود داره و جنبش پرقدرتیه. مردم به یمن دوران پهلوی ها ارزش های ملی خودشون شناسایی کردن، مخصوصا با حوادث سال 57 و بعد از اون باور کردند که ارزش ها در کجا بوده. یعنی اینکه ملتی که در دوران پهلوی ها به 90% حقوق خودشون بر طبق بیانیه جهانی حقوق بشر رسیده بودند، خب اینا اومدن تو خیابونا که اون 10% باقی مونده رو که دموکراسی بود بگیرند، اون 90% رو هم که داشتند از دست دادند. حالا همین در واقع جنبش های دموکراتیک تو کشور ما هم سرکوبی اون توسط خلافت اسلامی به همین دلیله که این پتانسیل رو خلافت اسلامی تشخیص داده و میدونه که باید با سرکوب اونو در نطفه خفه بکنه. امروز من موضع خودمون رو در خارج کشور اینطوری میبینم آقای همایون. ببینید در خارج کشور با باز کردن تلفن ها به روی مردم در زمانی که تلویزیون رنگارنگ روی کار اومد، در واقع این یه پروژه اطلاعاتی بود برای گیج کردن و سر کار گذاشتن مردم. عناصر تربیت شدهشون رو فرستادن رو خطا، انواع و اقسام جنبش های آبکی رو راه انداختن تو تلویزیون ها، فقط برای اینکه اون انرژی سیاسی مردم رو تحلیل بدن، اونا رو دچار گیجی و به اصطلاح ناامیدی بکنن. وقتی یک چنین برنامه ریزی دقیقی داره میشه از طرف کسانی که میخوان خلافت اسلامی رو تو ایران نگه دارند و تو همین امریکا میبینیم جریان هایی وجود دارند، شرکت های نفتی که منافعشون اقتضا میکنه این شرایط ادامه پیدا کنه، اینا دارن پول خرج میکنن، این شرایط تحمیل کردن به ما ایرانی ها. از طرفی هم خودتون میدونید که ما در تشیع اون حق و باطلی که در تشیع هست باعث شده که ما ایرانی ها به خودمون اجازه قضاوت بدیم. این قضاوت یه وحشت ایجاد کرده در فرهنگ ما از قضاوت شدن، به همین دلیل یه جور جدایی به وجود آورد، یه جور وحشت از یکدیگر هست توی ایرانی ها از ترس این که نکنه. آقا پس معذرت میخوام، چرا وقتی الان مثلا خانم گوگوش الان تشریف بردن در واشنگتن دارن یک کنسرت بزرگ برگزار میکنن، اوریج بلیط هم $150 و این جور هم استقبال میشه؟ ببینید اون نیاز انسان ها رو من انترتینمنت و اینکه زندگی روزمره شون رو خوب بگذرونند اون رو نمیخوام نفی بکنم، ولی این به قول جناب علی همین استقبالی که از این جور چیزها میشه نشان دهنده همون ناامیدی و به اصطلاح نبودن به اصطلاح ارزش هاست در بین ما. خب مردمی که ارزش ها رو از دست دادند، گم کردن، نمیدونند از چه طریقی باید وارد صحنه بشن، اینها دچار نوعی یأس میشن و این یأس خود به خود اونا رو راجع به مسئولیت های اجتماعیشون بی‌اعتنا میکنه. من حتی اون عزیزانی که به این کنسرت ها میرن معتقدم اگه ارزش ها به وجود بیاد، یه تشکل سیاسی در خارج از کشور به وجود بیاد که
هدایت کنه، اعلامیه بده، راجع به حوادث روز اعمال نظر کنه و موضع بگیره، مردم نظرشون جلب میشه، خود به خود سیاسی میشن. من این به اصطلاح عکس العمل ها رو طبیعی میدونم و حتی محکوم نمی کنم اون هموطنامونو. البته انتقاد دارم ازشون ولی محکومشون نمی کنم. معتقدم اونا هم اگر شرایط تغییر بکنه، یه بارقه امیدی در جامعه به وجود بیاد، اونا هم عملکردشون فرق خواهد کرد. باور کنید که بیش از اون $150 که برای خانم گوگوش میدن حاضرن به اون تشکیلات سیاسی کمک کنن، میکنن مردم این کارو. میخوام بگم که این نکته رو توجه کنید، دشمن ما داره سرمایه گذاری میکنه که ما رو دچار تشتت و جیجی بکنه. حالا شما به تلویزیون خودتون نگاه نکنید، من دیدم شما تو برنامه هاتون به نکته های اشاره میکنید که نشان دهنده اون دید سیاسی شماست. مثلا اونجایی که مصدق رو در کنار محمد رضا شاه قرار میدید، اونجایی که حتی از خود شما شنیدم اشاره کردید که ما به جای دفاع از شاهزاده رضا پهلوی باید ارزش‌ها رو شناسایی کنیم. وقتی اون ارزش‌ها رو شناسایی کردیم خود به خود میریم به سمت شاهزاده رضا 100% یا به سمت شخصیت‌های سیاسی. و از این بابت از شما تشکر میکنم. شما دیدتون دید سیاسی، برنامه هاتون اینو ثابت کرده. منتها به نظر من باید کلاتون هم هوا بندازید که 600 نفر الان تو تلویزیون شما عضو هستن، نشون دهنده مدیریت درست شما و قدم های حساب شده تونه. و تو این شرایط وقتی شما اشاره کردید به اصطلاح چیز میگذارن، یک مناسبتی پیش میاد مردم نمیان شرکت نمی کنن، به نظر من مردم با اون عقل و درایت خودشون تشخیص دادن که انرژی خودشون دیگه هدر ندن بابت چیزهای بدون اصالت. از این به بعد من منتظر روزهای خیلی روشنی هستم، چون گفتم توتالیتر شدن نظام ایران خود به خود باعث میشه که در اپوزیسیون اتحاد به وجود بیاد. حتی این روزها نمونه هایی ما دیدیم که حتی صحبت از اتحاد بین انحلال طلب ها و اصلاح طلب ها هست. این اون کلید به اصطلاح پاشنه آشیل جمهوری اسلامیه. اگر ما با اصلاح طلب های بریده شده و طرد شده از نظام در امریکا و در اروپا ارتباط برقرار کنیم و اونها رو متقاعد کنیم که تنها راه برچیدن این بساط خلافت اسلامیه و مطمئنم که این شرایط ایجاد شده، ما از این طریق به موفقیت میرسیم. آقای همایون عزیز، امیدوارم آخه این آقایون اصلاح طلب حاضر بشوند که با آقایون انحلال طلب یا خانم های انحلال طلب بنشینن و گفتگو بکنن. مشکل اینجاست، برای اینکه بر اساس اطلاعاتی که من دارم به هیچ روی اینها شما جان صدای شما طوری من نفهمیدم از تلویزیون توجه بفرمایید. اشکال کار اینه که اون آقایون اصلاح طلب اصلا حاضر نیستن با انحلال طلب ها کنار بیان. شما مگه یادتون رفته اون اعلامیه معروف ما اجازه نمیدهیم کسی پرچمی بیاورد؟ به هیچ روی اینجور نیست، یعنی اینا حاضر نیستن به هیچ شکلی کنار اینها بشینن. الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو جانم. سلام عرض میکنم جناب همایون. در خدمتتونم، بفرمایید. غیر از هر چیز باید تشکر بکنم از زحمات بیش از حد جناب عالی در برجسته کردن هویت ملی ایران. جناب همایون، از قیافه شما خستگی، نگرانی میباره و این چیزی طبیعیه. میگن یه اصطلاحی در انگلیسی میگن the pressure makes the diamond، یعنی الماس از فشار درست میشه و شما الماس شدید. اما جناب همایون، شما در این مدت خیلی از مسائل را برای همه ما روشن کردید و شما اما میفرمایید چرا تعداد 621 نفره. من اینجور فکر میکنم یک عده‌ای از ایرانی‌ها در این مدت انتگریت جامعه کانادا اینا شدن و توجهشون کم شد، ولی همه اونهایی که جزئی از جامعه اینجا شدن همه نگران گذشته و نگران ایران به طور قطع هستن. اما چرا کمک نمی کنن؟
من فکر میکنم در مارکتینگ ما یه اصلی داریم میگن که تولید در درجه دوم عمده باید فکر کرد که این تولید چجور میشه فروخت. تولید فکری شما ایجاد اون جهش ملی بیش از حد تولید عالی بود. این 20 نفر شما در اصل باید 60,000 نفر داشته باشید. من فکر میکنم باید بازاریابی بهتر بشه. بازاریابی نه اینکه شما بیاین از مردم بخواید، بازاریابی حالا تو دنیا یک علمه، چجوری میشه ایجاد درآمد کرد. شما بازاریاب خوب میخواین، این بازاریاب باید بره این آقایون اطباء وکلا بیزنس ها اینا رو بگه ما یک رسانه ملی هستیم، تلفن بکنه ما کمک میخواییم. و من فکر میکنم این تولید فکری که شما ایجاد کردین از این بهره‌برداری نمی‌کنی، تولیدتون نمیتونی بفروشین، شما بازاریاب میخواییم. به از یه آقایی که تو مارکتینگ وارده و اینجور کارا به کمک گرفت. و من واقعا فکر میکنم بعضی‌ها ممکنه اصلا دوست نداشته باشن کردیت کارت بدن، میگن که حالا ما در رابطه هستن با ایران میگن ولی ضد انقلاب نیستن، اینا آدمای وطن پرستیه. باید رفت مطلبشون گفت آقا ما اینو میخوایم. باید فکری کرد، نه اینکه فقط شما بیاین اینجا همش اعصابتون رو خرد بکنین. این مردم میدن ولی همه تو خونه نشستن. وقتی یک کسی چیزی میخواد بفروشه باید بره به طرف کسانی که خریدارن. امیدوارم مسئله حل بشه. عذر میخوام. بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم. بی نهایت ازتون ممنونم. متشکرم. الو بفرمایید. توضیحات دارم الان خدمتتون. درود بر شما. بفرمایید خواهش میکنم. ارادت دارم. جناب من یه پیشنهاد داشتم خدمتتون. میفرمایید. میشه لطف بفرمایید به اتاق فرمان بگین یه 1000 بنویسن گوشه تصویر. بله بله. بعد این بشه جزء خانواده $10 های این کانال، هر ماه $10 بیان و هر کسی بیاد در این خانواده 1000 نفره شرکت بکنه، میشه $10,000 ماهانه، میشه 1/10 هزینه های تلویزیون شما. این البته صورت پیشنهاده. بله حتما. چشم قربون. الان ترتیبش میدم. قربون شما. سپاسگزارم ازتون. عرضم به حضورتون در مورد فرمایشات اون دوست قبلیمون، بیاین تو آقای دیاکو. در مورد فرمایشات دوست قبلیمون ببینید قربون، اولا بنده همزمانی که یک روزنامه نویس بودم و همزمانی که کار سیاسی میکردم یک بیزنسمنم. این رو هم خودم میگم هم اونهایی که بنده رو میشناسن. این رو هم قبول دارم که یک مرام سیاسی، یک باور سیاسی رو هم باید درست مثل یک کالایی فروخت. به همین دلیل اگر شما امروز میبینید این تلویزیون و این سازمان جزو موفق ترین هاست در خارج از کشور، شاید نشأت گرفته از همین جهت باشه. اما دوست عزیز من حیرت میکنم چگونه است جامعه‌ای که کار به استخوانش رسیده. صبح گفتم در برنامه امروز صبح عرض کردم که آقا رفیق ما پیر شدیم دیگه، از چی باید وحشت بکنیم؟ چقدر دیگه زمان داریم که از این باقی مانده زندگی خودمون با آرامش لذت ببریم؟ چقدر واقعا؟ کجا هستند مردان و زنانی که با خودشون فکر بکنن تا کی دیگه میخوان با ترس و وحشت به کشورشون برن و یا از کشورشون برگردن؟ این هنرمندانی که در خارج از کشور هستن دیگه چه ملاحظه ای دارن؟ شما امروز در خارج از کشور حتی یک هنرمند تراز اول ندارید. بگذاریم حالا فرید فرجاد ها و اینها رو بگذاریم، ولی واقعا ندارید که بیاد جلوی دوربین تلویزیون و سرود ای ایران براتون بخونه. اگر هم داشتید الان از دست دادید. تا کجا میخواید پیش برید؟ این درد اجتماعی، درد جمعی رو جمع باید درمان بکنه. برای من اصلا بذارید یه توضیح خدمتتون بدم. ما تلویزیون هایی داریم در لس آنجلس که اساساً به این دلیل تشکیل شده‌اند که دارن کار میکنن
که ساعتشون رو میفروشن به هر کسی، حالا دکتر، مهندس، وکیل، وکیل مهاجرت یا هر کسی دیگری. اینها درآمدشون از تلویزیونی مثل کانال 1 با این ابعاد به مراتب بیشتره. خب خانم آقایون، بقای جمهوری اسلامی به دلیل ضعفی است که از این سو وجود داره. این ضعف رو اگر نشود درمان کرد، خب او همچنان بر سر کار خواهد بود، کاریش نمیشه کرد. جمهوری اسلامی واقعا از یک سوالا دوست کاناداییمون چند شب پیش آمدن و اون توضیحات زیبا رو دادن. جمهوری اسلامی دانا نیست اما تواناست و این تواناییش نشأت گرفته از مخالفینشه. اون روزی که اون 4 افسر رو در پشت بام مدرسه رفاه تیرباران کردن، این مخالفین بودن که با عدم تحرک لازم این امکان رو به جمهوری اسلامی دادن که بیاد و اعدام‌های بعدی رو انجام بده. اولین گروهی که از ایران خارج شدند این امکان رو فراهم کردند که جمهوری اسلامی خودش شرایطی به وجود بیاره که اصلا ایرانی ها مملکت رو رها بکنن برن. خب در چنین شرایطی از یه دونه آدم، یه برنامه تلویزیونی، واقعا دیگه چی برمیاد؟ بنده چه کاری میتونم بکنم؟ اگر واقعا این تأسیسات عظیمی که درست شده به نظر شماها میرسد که مردم منافع شخصی خودشون رو، رفت آمده به ایران خودشون رو ترجیح میدهند به اینی که بیان و یک حرکت بزرگ رو سامان بدن. امروز ما احتیاج داریم تو خارج از کشور که یه جامعه، یه اجتماع 10-15 هزار نفری داشته باشیم. شما اون اجتماع رو اگه داشته باشید، شاهزاده رضا پهلوی هم حتما میاد، نه ایشون میاد، خیلی های دیگه هم میاد. ولی آیا بالا غیرتاً به قول پدر من این درست است که ما یک آدم رو یا یک جریان، یک سازمان رو بیایم گوشت قربانیش بکنیم، بذاریم جلوی توپ، بقیه‌مون وایسیم در کنار نگاه بکنیم ببینیم آیا این موفق میشه یا نمیشه؟ معلومه که موفق نمیشه. تا شما نباشید معلومه که موفق نمیشه. شما از چی حاضرید حمایت بکنید؟ از کی حاضرید حمایت بکنید؟ به ما بگید، ما هم بریم از اون حمایت بکنیم. ولی آیا اصلا حاضریم حمایت بکنیم؟ خب البته در میون این افراد شخصیت های هم داریم، مثل همین دوستان تلویزیون کانال 1 که امروز برای بنده ایدی هم فرستادن، خیلی هم ازشون سپاسگزارم، یک اسکناس $100 نو. اما در همین حال اعلام بکنم آقای کوروش از دالاس 622مین عضو خانواده و کوروش ایرانی از 613 623مین عضو خانواده. الو درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما آقای همایون. بفرمایید. من چند لحظه پیش با شما تماس گرفتم در رابطه با این گروه های که به عقیده من خیانتکار هستن. آقای همایون من حرفای شما رو میشنوم و من خودم یک دانشجو هستم. عزیزم یه دقیقه اجازه بده. میدونی خیانتکار کیه؟ ببین اولا حزب کوملت اونجا که من میدونم جدایی طلب نیست. حالا اگر شما چیز تازه‌ای به نظرتون رسیده به ما بگید ما مطلع بشیم. ولی خیانتکار منیم که کاری نمی کنم، نه اونیست که برای نظر خودش کاری میکنه. تاریخ مملکت ما متأثر است از آدمهایی که در جامعه حضور دارن، تلفن ها بذارید رو هولد لطفاً، ولی حاضر نیستن کاری بکنن، فقط نشستن دیگران رو نقد میکنن. اگر تو باشی، اگر من باشم، اگر هم فکران ما باشن، هیچ جدایی طلبی نمیتونه کاری بکنه. بفرمایید در خدمتتونم. بله آقای همایون درسته، ولی خب من با این تصاویری که از امریکا میبینم واقعا خیلی فرق زیادی داره بین اپوزیسیون داخل امریکا و اروپا. ما اینجا چند تا تظاهرات بود که رفته بودیم، باورتون نمیشه ما سعی می‌کردیم پرچم‌های شیر و خورشید رو ببریم بالا، از اون طرف یه گروه دیگه ریخته بودن با عکسای جمهوری اسلامی با پیرن‌های مختلف با پرچم کردستان رو برده بودن بالا. ما گفتیم بابا اینجا ما باید یکی باشیم، اینجا آخه این جای این چیزا نیست. داد می‌زدن به کردی، شعار میدادن و
اصلا نمیشد. بعد ما رفتیم سالگرد تأسیس حزب کمونیست کارگری که اونجا هم شروع کردن توهین و بد و بیرا گفتن به سلطنت طلبها، شاهزاده رضا پهلوی، دکتر مصدق. اصلا یه افتضاحی بود اونجا. بعد من فکر نمی کنم که با این شرایطی که تو اروپا هست حداقل تو اروپا بشه یه همچین اتحادی. یه سوال دارم عزیزم ازت یه سوالی دارم. آیا اشکالی پیش اومده تو کامپیوتر؟ آیا تعداد آدمایی که تو اروپا مثل شما فکر میکنن کمن یا زیادن؟ فکر میکنم والا دقیقا نمیدونم، ولی من دوست دارم که خیلی زیادن این بچه‌هایی که کجا هستن؟ اونا کجا هستن؟ معلومه وقتی اونا نباشن دیگران میداندار میشن. خیلی طبیعیه. آقا ما باید جامعه رو به تحرک وادار کنیم، ما باید جامعه رو به میدان بیاریم. جامعه باید به این آدمایی که موافقن. الان شما فکر کنید چند نفر دارن من رو نگاه میکنن؟ استدعا میکنم از کسانی که دارن ما رو نگاه میکنن لطف بکنن فقط یه تلفن بزنن بگن آقا ما داریم نگاه میکنیم، هیچ حرف دیگه نزنن، اظهار نظرم نکنن. آیا واقعا ولی آیا این آدمایی که ما رو دارن نگاه میکنن آیا حاضرن بیشتر از نگاه کردن کاری هم بکنن؟ نه. آدمایی که با تو موافقن حاضر بودن با تو بلندشن بیان اونجا و مقابل حزب کمونیست کارگری و مقابل نمیدونم کورت‌های جدایی خواه بیستن؟ نه. درست آقای همایون، حق با شماست، ولی خب من الان خودم خدمت هستم یه دانشجو هستم اینجا تو کشور سوئد. الان تقریبا فکر کنم ساعت 3 یا 4 صبح، ولی خب چون جمعه از فردا تعطیلم کلاس دارم از کامپیوتر نشستم، چشمام همونجوری نیمه خوابه، ولی خب عاشق کانال 1 و منطقش واقعا تحسین پذیر شما هستم. خیلی خوشحالم از این که تونستم باهاتون امشب صحبت کنم، روی ماهاتون رو میبوسم و سعی میکنم که باز با شما در ارتباط باشم و خبرهای اینجا رو براتون. خیلی ازت ممنون میشم. یه اسم کوچیکم به من بده دوست من، یه اسم کوچیکم به من بده. آریا هستم. آقای آریا عزیز. دوستان همینه که ملاحظه میکنید تا زمانی که شماها خودتون، هر کسی فرق نمیکنه 70 سال سنشه 80 سال سنشه یا 18 سال سنشه، اگر فکر میکنید کسانی که مطابق پرچم شیر خورشید فکر میکنن، کسانی که هوادار پرچم شیر خورشیدن، تا زمانی که آستینها رو بالا نزنید به میدان نیاید متاسفانه جا برای دیگران خواهد بود. بفرمایید خواهش میکنم. جناب همایون سلام عرض میکنم خدمتتون با سپاس فراوان از همه زحماتی که میکشید. درود بر شما. بفرمایید. یه سوالی از حضورتون دارم. به عنوان یه ایرانی و یه کسی که قلبم برای اون سرزمین میتپه، ولی همیشه درگیر یه سوالم که اینو نمیتونم متوجه بشم که شما میفرمایید اتحاد اینجا باید ایجاد بشه. ما حدوداً یه چیزی نزدیک 7 تا 8 میلیون جمعیت ایرانی هستیم که همه به شکل دربدر در کره خاکی به این پهناور همه به هر حال پخش شدیم و من میخوام ببینم واقعا جناب عالی فکر میکنید که سرنوشت 70 میلیون جمعیت ایران و اون سرزمین پهناور به دست بنده و شما حل خواهد شد یا واقعا این تحول باید از درون ایران اتفاق؟ من از اولا من اساسا دوست عزیز من درون ایران و بیرون ایران نمیشناسم، من ایرانی میشناسم. و یه چیزی هم از شما بپرسم، به نظر شما بنده چه فرقی با آقای خمینی دارم؟ شرافت ملی شما. نه از نظر قدرت کاری که کرد چرا من نمیتونم بکنم؟ آقا فقط فرقش یه چیزیه، به خدا مردم فقط فرقش اینه که او پول داشت من ندارم. خب این به حمایتی که بود از دول خارج. نه خیر سیاسی که اینا رو نه قربونت برم. نه ما محروم امروز. نه عزیزم نه قربونت. شاهزاده رضا پهلوی تاج سر بنده. آقا ایشون باید یه قدم ملی نه مردم باید. بذار یه چیزی براتون بگم، خواهش می‌کنم توجه کن. ببین آخوندها وقتی میرن حوزه، الان تلفن‌ها رو جواب میدم، آخوندها وقتی میرن حوزه درس میخونن همه طلبن، همه مثل همه. اینا خب شروع میکنن درس خوندن، یه درس مقدمات دارن، یه درس خارج دارن، این درس ها رو میخونن، میان به درجه اجتهاد میرسن.
به درجه اجتهاد که رسیدن، میدونین از این به بعدش چجوری گنده میشن؟ بر اساس علمشون گنده نمیشن، بر اساس تعداد هوادارانشونن که گنده میشن مرجع تقلید. یعنی وقتی تعداد مقلدان زیاد میشه، یکی از اون مجتهدان میشه مرجع تقلید، یعنی تعداد کسایی که ازش تقلید میکنن زیادن. این مرجع تقلیدها فقط مرجع تقلید نیستن، پول به این آدم میدن و این آدم بر اساس حجم پولی که در ماه دریافت میکنه امامش گنده تر میشه. وقتی که آقای خمینی در حسابهای بانکیش میلیون ها دلار پول داشت، آمریکایی‌ها هم اومدن بهش پول دادن. آمریکایی‌ها احمق نیستن که هر کسی هر حرفی زد برن بهش پول بدن. بازرگان بسیار موجه‌تر و معروفتر از آقای خمینی بود. چرا آمریکایی‌ها نرفتن سراغ بازرگان؟ چون بازرگان مقلد نداشت. شما طرفداران شاهزاده رضا پهلوی کجا هستید؟ جز رو خط تلفن ها، جز توی اینترنت، جز توی فیسبوک. کجایید؟ میخواید یه امتحان بکنیم؟ آقا یه روز رو تعیین کنیم بیایم مقابل فدرال بیلدینگ؟ مقلد خمینی پول میداد، نماز جمعه میرفت، به اعلامیه‌اش اعتبار میداد. شما میکنید؟ به خدا اگر بکنید. نمیگم برای من، نمیگم برای کانال یک. بیاید واقعیت ها رو با هم ببینیم. یا نیستید، اصلا وجود ندارید، ما تو خواب و خیال داریم سیر میکنیم، یا اگر هستید حاضر نیستید قدم بذارید جلو. و الا به قول اون دوستمون 621 چیه؟ 621,000 نفر باید الان عضو این خانواده بودن. قدرت خمینی منبعث از جمعیتی بود که ازش تقلید میکردن و تقلید میکردن. 1/5 درآمد سالانه‌شون رو به خمینی میدادن. آقا ما همش نشستیم این طرف و به قول معروف اون چیزی که خودمون میخوایم فکر میکنیم. الو درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما جناب آقای شهرام همایون بسیار بسیار نازنین، فرهناز عزیز. ما هستیم و برنامه‌تون هم دارم نگاه میکنم. قربونت برم. خب ما یه بیننده پیدا کردیم. درود بر تو فرهناز جونم. قطع شدی، من همه تلفن‌ها رو قطع کردم. بله، اشکال کار ما دوستان عزیز این است که ما هستیم منتها پای تلفن، هستیم توی پای کامپیوتر، هستیم پای فیسبوک، ولی بودن اینجوری کافی نیست. بودن اون بچه‌هایی بودن که میرفتن پرچم نصب میکردن. خجالت نداره به نظر شما که ما مردم به خاطر اینکه میریم ایران و میایم از یک جریان سیاسی که بهش معتقدیم حمایت نکنیم، بعد بچه ها و جوون ها زیر کلاشینکوف، زیر تیربار برن اون بالا پرچم شیر و خورشید رو به اعتبار حرف ما نصب بکنن؟ این برای ما خجالت نباید داشته باشه؟ الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. میخواستم بگم جواب جناب همایون که گفت ایرانیای غیرتمندی که دارن نگاه میکنن این کاناله، بگم منم دارم نگاه میکنم و ما غیرت این داریم و بزرگی این کانال میدونیم و این کاناله که ما زنده نگه داشته. یعنی عشق به این کانال، نمیگم که عمر داده جون داده فلان. شرف همایون بالاترین شرف هست تو آمریکا که تا حالا من دیدم. قربونتون برم. یا ممنونم، سپاسگزارم ازم. به خدا آی مردم بیاین بالا غیرتاً دست از سر من وردارین، بیاین بالا غیرتاً این حرفا رو به من نزنید. به خدا اینقدر زندگی من رو سخت کردید. گاهی اوقات میرم جلوی آینه وای میسم میگم آقا تو قرار بود بری قصه لیلی و مجنون بنویسی، گرفتار این حرفا شدم. واقعا باور کنید گرفتار شدم، زندگیم سخت شده، لحظه لحظهش سخت‌تر داره میشه. خوشحال نشن یه عده‌ای که میمیرم و نه نمیمیرم، من این فشارها رو میشناسم، به خودی خوشحال نشن یه عده‌ای. ولی مردم به خودتون بیاید، به قدرت خودتون ایمان بیارید. شماها میتونید، شماها هستید،
شماها وجود دارید، شماها میتونید کور رو جابجا بکنید. به خدا خمینی فقط و فقط به اتکاء پولی که از شما مردم گرفته بود که تحت عنوان نذر و نیاز، خمس و زکات به او دادید شد خمینی. به خدا این آدم حرف روزمرش رو نمیتونست بزنه. به خدا این آدم 1/1000 شاهزاده رضا پهلوی معلومات نداشت. این آدم حتی زبان عربی که هیچی، زبان فارسی رو هم نمیتونست درست تلفظ بکنه. چطور تونست؟ به اعتبار اون حامیانی که داشت. الو بفرمایید. آقای همایون جانم. سلام، من مریم هستم. میخواستم بهتون بگم که ما برنامه شما رو هر شب از پارسال تا به حال، هر شب تنها برنامه‌ای که ما نگاه میکنیم. قربونت برم، یک دنیا ممنونم. الو درود بر شما، بفرمایید. آقای شهرام همایون جانم بفرمایید. با درود به شما. من هم صبح میبینم برنامه شما رو، هم بعد از ظهر میبینم. محبت خیلی هم واقعا من فکر میکنم از نظر روحی تنها این حرفایی که شما میگین و واقعا هم حرف دل منو میزنین. امیدوارم که همه بفهمن، درک کنن، نه اینکه برای یه مهمون رفتن شما که دعوت کرده بودن بیشتر پریشب نیان خودشون رو رسوا کنن پای تلویزیون شما بگن چرا آقای شهرام همایون رفته بود. از همون دوستتون گله کنین. بله سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنونم. ممنونم. الو درود بر شما، بفرمایید. الو بفرمایید، خواهش میکنم. آقای همایون جانم بفرمایید. ببخشید من یه پیشنهادی داشتم. من از کالیفرنیا زنگ میزنم. لطف میکنید. بله بخواستم بگم که من چند وقت پیش یه بیزنس داشتم در کالیفرنیا. روبروی من یک رستوران خیلی کوچیکی بود که اینا فلسطینی بودن و اینا میگفتن که ما فلسطینی ها برای اینکه به مقاومت فلسطین کمک بکنیم هر خانواده‌ای $20 در ماه باید بدیم، اگر نه به صورت با ما زنگ میزنن میگن چرا نمیدین، چرا وطن پرست نیستین. شما اگر ایمیل این همه ایرانی که در کالیفرنیا هستن، این تعداد زیاد رو اگر داشته باشیم، از هر نفر $10 $20 به قول اون آقایی که قبلا صحبت کردن ایمیل بکنیم، معاینه بگیم که ما برای کمک به شما نیاز داریم. $20 فکر میکنم که تمام خانواده های ایرانی والا هر چقدر که فقیر باشن میتونن اینو هندل بکنن به شما. یه سوال از شما دارم، شما عضو خانواده ما هستید؟ نه خیر نیستم. خب من به شما چه ایمیلی بفرستم قربونت برم؟ شما که داری این حرفا رو میشنوی، شما چرا خودت زنگ نمیزنی بگی آقا من میخوام $20 بدم؟ ببینید خیلی از کمپانی‌ها هستن که توی این مملکت میلیاردها دلار سرمایه دارن، ولی برای یادآوری این ایمیل میفرستن که شما یادتون نره. میگم الان ببین، نه میخوام روحیه من و تو ایرانی رو بسنجیم. مال ما با فلسطینیا با اسرائیلیا فرق میکنه. میگم قربون سرت برم، شما که یک بیزنسمن هستی، شما که داری همین حرفا رو میشنوی، شما که به ظاهر موافق این، حداقل موافق این حرکت هستی، شما هنوز خودت عضو خانواده نشدی. حالا فکر میکنی به یه آدمی مثل خودت که نشسته 2 ساعت داره این حرفا رو میشنوه بنده یه ایمیل 3 خطی بفرستم کار میکنه؟ من حاضرم که این کارو بکنم، ولی من منظورم اینه که شما اگر که این کارو بکنین موفقیتشون خیلی بیشتر از اینها میشه که شما دارین. اما دوست عزیز من خیلی ازت ممنونم، اما به خدا موفقیت من اینه که شما که داری این حرفا رو میشنوی خودت تلفن بکنی. این ارزشش برای من 100,000. من که نمیدونم صدقه جنم بکنم، والا به پیر به خدا من اگر بخوام تجارت بکنم از خیلی از شماها بهتر بلدم این کارو بکنم. میخواید من ظرف 1 ماه، فقط 1 ماه این تلویزیون رو به سودآوری برسونم؟ شما موافقت کنید که من از فردا جلو دوربین نیام، جون مادراتون موافقت کنید من از فردا جلو دوربین نیام، 1 ماه بعد وضع مالی این تلویزیون رو ببینید. شما خیال میکنید با اومدن من جلوی دوربین تلویزیون و فروختن 4 تا کتاب و 4 تا پول جمع کردن این درآمد شده؟ نه خیر، حضور من مانع این درآمده. یک موافقت کنید بنده از فردا جلو دوربین نیام، 1 ماه بعد من آقای باقری رو میفرستم، نه که 1 ماه نیام دیگه، آقای باقری رو میفرستم جلوی این دوربین بهتون آمار بده که این تلویزیون چقدر سود آورده. کدوم تلویزیون رو سراغ دارید که 13 ساعت در شبانه روز برنامه؟ تلویزیون جمهوری اسلامیش نداره.
13 ساعت ما برنامه زنده داریم، 2 بخش خبری داریم. آدمایی مثل احمد رضا بهالو، نوریزاده، اینا همه آدمایی بودن که صدای آمریکا خیلی خواستارشون بوده. اشکال منم. الو بفرمایید. آقای همایون عزیز، جانم درود بر شما. درود بر شما. اینایی که تلفن میکنن میگن ما نگاه میکنیم هم صبح هم شب، بگین شما خودتون پول میدین؟ من خودم جز خانوادم هرمان دادم، 1 ماه نشده که عقب بیفته. 100% درسته. ولی اینایی که تلفن میکنن بپرسین شما جز خانواده هستی؟ نه الان پرسیدم دیگه. $5 عزیزم الان از اون دوست نازنینمون که آمده بود به ما راه حل میداد، پرسیدم آقا شما داری به من راه حل میدی که من برم ایمیل بفرستم برای یه دیگه؟ شما که خودت نشستی داری نگاه میکنی و نمیدی. بله این که شد کار خودشون نمیده، حتی نفر $1 هم بده کل پول میشه اگه همه بدن، ولی نمیدن. سپاسگزارم ازت، ممنونم. الو درود بر شما، بفرمایید. جناب همایون یه پیشنهادی داشتم برای بفرمایید. خواهش میکنم. من فکر کنم اگه بیشتر بتونید مشخص کنید اهداف تلویزیونتون چی هست، به صورت شاید خلاصه به حالت ادورتایزینگ های 1 دقیقه‌ای 2 دقیقه، بله، که خیلی به حالت خلاصه مشخص کنید اهداف تلویزیونتون و ابهامی برای اشخاص نباشه، حالا چه تو کالیفرنیا باشن چه توی اروپا، که بدونن این تلویزیون هدفش چیه واقعا. من فکر کنم خیلی بیشتر طرفدار و عضو خانواده پیدا بکنید. بله چشم، منطقی فرمایشتون اطاعت میشه. چشم. الو درود بر شما، بفرمایید. سلام، خسته نباشید واقعا. در خدمتتونم، بفرمایید. اگه اجازه بدید من خیلی 3 روز چه خطم می‌خواستم اینو بگم که این یه آقایی که اومد پشت ساعت به شما. عزیزم تلفنتون خراب، خطتون. الو جانم. الان صدا بهتر شد؟ بهتر شد بله. اون آقایی که اومد رو خط شما جواب خیلی سوال خیلی قشنگ ازشون کردید و ایشون گفت نه من عضوش نیستم و ایشون داشت راهکار به شما ارائه میداد. همون آقا از خودش بپرسه که هزاران نفر پای تلویزیون نشستن و همون راهکار میان رو خط تلفن. من یه مثال کوچیک میزنم. من پسر بابامم توی جبهه بود، بعد توی جبهه شهید پدرمو بحرانه. عزیزم تلفن عزیزم تلفنتو ما نمیفهمیم حرفاتو، قربونت برم. با این 20 الان چی بهتر شد؟ بهتر. حالا یه جا وایسا تو رو خدا، راه نرو. حالا وایسادم. من میگم فرضاً یه شهید هستم. بله. بهتر شدم خوبه؟ آره عزیزم آره. خب فرضاً یه شهید هستم، پدرمو جبهه نشناختن به عنوان شهید. بنده مسئول ساپورت خانواده‌ام بودم. تا همین الان وقتی که از ایران اومدم بیرون سعی کردم به نوعی هم پولی که داشتم برنامه شما رو ساپورت کنم، بود به سر مشارکت هستم تا جایی که تونستم خانواده‌ام از راهدورم دارم ساپورت کنم، ولی خدا وکیلی کسایی که دارن نگاه میکنن من که بس درها به دارم دست دفاع عزیزم صدات متاسفم انا به دلایلی نشناختش شهید. من از اونایی که دارن این برنامه رو مجانی نگاه میکنن و هیچ تعهدی ندارن نسبت برنامه، واقعا من از همین رو میخواستم بگم اگه وجدان کسی داشته باشه میتونه بیدار باشه، میتونه پیغام منو بشنوه و اون وجدان خوابالود آقایی که اومد به شما در راهکار ارائه میداد و خودش نه پول میتونه کمک کنه، نه در تظاهرات‌ها شرکت میکنه، نه از پرچمش دفاع میکنه، فقط گوشی رو برمی‌داره و از آشپزخونه اومده بیرون یه راهکار ارائه میده. من از تک تک اینایی که اینجوری بی تفاوت هستن نماز بخونم، بهایی هستم، مسیحیتم، خدا وکیلی اونا رو میسپارم به دست خدا. همین ممنونم ازت پسرم، خیلی ازت ممنونم، خیلی ازت متشکرم، واقعا شرمنده‌تونم به خدا. نمیدونم چی بگم. اولا یادتون باشه این اولین جریان ملی است که این جور مردم ازش حمایت میکنن. نمیدونم پدرم بیدارن یا خوابن، ولی امیدوارم این حرفای مردم که میشنوی یه ذره از اون اذیت‌هایی که ما در عمرمون به شما کردیم کم بکنه، از خجالت ما نسبت به شما کم بکنه.
اینو فقط میتونم بگم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. الو سلام. درود در شما، بفرمایید. آقای شهرام همایون عزیز. جونم عزیزم، بفرمایید، خواهش میکنم. فرموده بودین که تماس بگیریم بگیم که داریم برنامه‌تون رو نگاه میکنیم. من ایران هستم، از کلگری کانادا. درود در شما ایران عزیزم، خیلی ممنونم. الو بفرمایید، خواهش میکنم. آقای همایون با درود به شما. شاهین عزیز خوبه؟ جونم شاهین جان، بفرمایید. قربون برم آقای همایون. من می‌خواستم همین عرض کنم خدمتتون که نه که هر روز، حتی هر دو تا برنامه شما رو من نگاه میکنم و هر روزم یه چیزی اضافه میشه بر معلوماتم. و جواب این آقایی که قبل از من اومدن میخواستم بگن که چه تأثیری دارین و پلنتون چیه یا هدفتون چیه، میخوام خدمتشون بگم که اگه ما با همدیگه باشیم و تعدادمون زیاد باشه میتونیم از خود کسی که شما اپوزیسیونی که دوست دارین میخواد بشه شاهزاده رضا پهلوی، میخواد بشه یه جمهوری خواه، اگه ما با همدیگه جمع بشیم میتونیم اینجا در خارج با همدیگه باشیم، در داخل هم که شما نشون دادین که چیکار کردین. اگه کسایی که اطلاع ندارن خواهش میکنم فیلم ها رو بذارین دوباره نگاه کنن. این قدمیه، کاریه که میشه کرد و شما تنها کسی بودین که این کار رو انجام دادین آقای همایون. سپاس از وقتی که من دادین. امیدوارم که همه هموطنان ما یه مقدار بی تفاوت نباشن، ازشون خواهش میکنم. سال 50 بی تفاوت شدیم، این بلا سرمون اومد. الان وقتشه، پول زیاد ارزش نداره، از پول بگذرن. پول میاد و میره ولی وطن اگه رفت دیگه نمیاد. اینو باید مواظب باشیم و برای وطنمون یک قدمی ورداریم. من نظرم اینه که بله همه مردم گرفتاری دارن، میان یه مقدار مخفی میشن و اینا، ولی کم پیش خودشون حساب کنن آیا این ارزش داره که وطن رو بفروشن به استفاده شخصی. آیا ما خیلی ممنونم شاید جان. من میدونم شما موفق میشین، 100% موفق میشین. ممنونم شاید جان. اینکه کسی نداریم تاثیرگذار بشه توی این مملکت. فقط من به تجربه خودم که دارم میبینم شما از همه بیشتر تاثیر گذاشتید. من نمیخوام تلویزیون‌های دیگر رو اون کرده باشم، ولی که شما تاثیرگذار هستین حتی در داخل. خیلی ممنونم. یک دنیا ازت ممنونم شاهین جان. الو درود بر شما، بفرمایید. جناب همایون بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. میخواستم ازتون سوال کنم اگه ممکنه در یه برنامه‌تون توضیح بدین در مورد چطوری واقعا شاهنامه تونست با شعر گفتنش در مقابل فشار اعراب زبان ایرانی و تراریشن ایرانی رو زنده نگه داره. و اینکه ما واقعا وارد جزئیاتش نیستیم. من خودم متوجه نیستم قضیه واقعا چطوری کسی که بیاد شعر بگه که نمیتونه یک جنبش عظیم عربی رو نابود کنه. خیلی ممنونم. الان عرض میکنم، الان خلاصه عرض میکنم توی برنامه مفصل‌تر عرض میکنم. اولا شاهنامه یادتون باشه اولا قدرت تبلیغات رو و قدرت شعر رو در جامعه ایرانی شما دست کم نگیرید. شما از تأثیر این واژه ما هستیم، هستم اگر میروم گر نروم نیستم، غافل نشید. شما از تأثیر شعارهای دوره خمینی غافل نشید. حالا فردوسی چیکار کرد؟ اولا این داستانهایی که توی شاهنامه هست اینها رو فردوسی ابداعش نکرد، اینها رو فردوسی نساختش. اینها قصصی بود که از سالیان سال در سینه مردم حفظ بود و پدر به پسر، مادر به دختر، سینه به سینه این منتقل می شد. وقتی که شاهنامه آمد و فردوسی آمد و اینها رو به شعر در آورد و این شعر پراکنده شد و مردم قصه هایی رو که از حفظ داشتن حالا به شعر داشتن، شروع کردند این اشعار رو خوندن. وقتی شما این شعرها رو میخونی، یعنی زبان پارسی رو، واژه های پارسی رو تکرارش میکنی، در طول زمان این واژه ها موند. چرا؟ چون در مقابل حکومت ها سعی میکردن واژه های فارسی رو کنار بزنن و فارسی های عربی رو بیان بزنن.
کاری که فردوسی کرد کلمه های فارسی رو در قالب یک بسته‌بندی به نام شعر برد توی خانواده ها و خانواده ها این رو سینه به سینه حفظش کردن. اون موقع که چاپ و اینا نبود که این شعرها به زبان که آمد و از زبان که نقل شد و نقالی ها که راه افتاد واژه های فارسی حفظ شد. اسامی وگرنه شما الان دیگه اسم منوچهر داشتید، اسم کیکاووس داشتید. شما نگاه کن چقدر محمد داری، چقدر علی داری، چقدر فاطمه داری. قبل از اینها، قبل از 1400 سال اسامی ما کیکاووس بود، کوروش بود، داریوش بود، بابک بود، مازیار بود. اعراب که آمدن اسامی محترم رو تو جامعه مطرح کردن، مردم رفتن سراغ اسامی محترم. خب فردوسی آمد اسامی ایرانی رو در قالب شعر نهادینه کرد توی ذهنیت مردم و به این ترتیب واژه‌های فارسی ماندگار شد. ممنونم از روژیناش سین از 778 عضویتشون رو بالا بردن. از مهران عزیز، مهران ف، آقای همایون با درود فراوان بر شما، ما هستیم 624مین عضو خانواده. الو درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، تاج سلام. در خدمتتونم، بفرمایید. خوبی تاج سلام. قربونت برم، بفرمایید. خواهش من یه پیشنهاد می‌خواستم بدم. جونم. ما هم بیایم مثل این آخوندا این چهارشنبه سوری حالا. خب چهارشنبه سوری رو چی؟ در همه استان‌های آمریکا راه اندازید. 100% باید این کارو بکنید. 100% خدا ازتون نگذره. دیگه نفرینتون دارم میکنم که اگر مخالف جمهوری اسلامی هستی، اگر هر جایی هستی، اگر تنها هستی، یه نفر آدم تو خونه، برو تو حیاط خونت یه تو آتیش روشن کن، از روش بپر. اگر 5 تا توی شهر کوچک هستین، شما رو به خدا 5 تاتون جمع شین دور هم، 5 تاتون جمع شین دور هم و چهارشنبه سوری برقرار بکنید. مبادا غفلت بکنید. هر کجا هستید، در هر شرایطی که هستید. این چرا میگیم نوروزتان پیروز؟ آقا نوروز داشته 1400 سال می جنگیده بیچاره. شما مردم با سفره‌های 7 سینتون نوروز رو حفظش کردید. خب بینندگان عزیز برگردیم تو. من دیروز در برنامه دیروز صبح یک مجموعه رو معرفی کردم، همینجوری تلفن پشت تلفنه که آقا این مجموعه رو ما برنامه چون تکرار میشه متوجه نشدیم. یک کار فوق العاده مهم کردیم، مجموعه خاطرات اسدالله علم رو که البته من در این برنامه به اشتباه میگم 6 جلد، مجموعه خاطرات علم 5 جلده و یک مجموعه بی‌نظیره. من این باقی برنامه رو میخوام برنامه دیروز صبح رو براتون تکرار بکنم که کسایی که فرصت نکردن این بخش رو ببینن. همتون رو به خدا میسپارم. ممنونم از آرش و دوستان دیگه در اتاق فرمان. تا فردا هم برنامه دارم، شنبه است ولی برنامه دارم. 40 روز باقی مونده است از این زمانی که ما رو هاتپرد خواهیم بود. 624 نفر یه نفر اضافه شد، 624 نفر 624 نفر 1000 و ارزم به حضورتون 366 نفر دیگه، 1366 نفر دیگه احتیاج داریم توی این 40 روز باقی مونده. دیگه خودتون میدونید براش اینه که همتون را بیفتید، خودتون بشید یه شهرام همایون، بذارید فوشتون بدن، خوشحال باشید، بذارید بد بهتون بگن، بذارید بهتون توهین بکنن، ولی به خودتون ببالید که آقای شاهین خان بلند شو را بیفت، آقا دوست جوان من که تو سوئد هستی بلند شو را بیفت، همتون را بیفتید، عضو بگیرید، شما هم بشید شهرام همایون. در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه‌ای می‌سازیم که در آن به بقیه برنامه مربوط به این بخش از معرفی این پکیج توجه فرمایید.